ورق میزنم دفتر خاطرات را و مشق میکنم یادی به یادگار. سلام، فریبا هستم و شما صدای منو از رادیو آی میشنوید. ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید، برامون سرگذشتاتون رو میفرستید و ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. شروعی دوباره، به قلم مریم میرجهانگیری. راوی فریبا صادقزاده. تا حالا شده جمله از این شخص زندگیتون رو تحت تاثیر قرار بده؟ جمله‌ای که ابتدا بیقرارتون کنه، شما رو یاد واقعیتون بندازه، بعد عاشقتون کنه. طوری که فکر کنید دیگه هیچ وقت نمیتونید گویندش رو فراموش کنید، چون شما رو با خودتون آشتی داده. خود واقعی که سالهاست به خاطر مهاجرت، پیشرفت، نقش‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی، دویدن‌های روزمره یا همرنگی با جماعت فراموشش کردید. کسی که تجربهشو داره میدونه که آدم تا آخر عمرش غیر از خود جمله، گوینده، لحن کلامش، حالت صورتش و مکانی که جمله گفته شده رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنه. گوینده اون جمله الان شوهر منه. بعد از 4 سال زندگی تقریباً هر روز جملاتی مشابه همون جمله اول ازش میشنوم. واسه همینم با وجود تفاوت‌هایی که با هم داریم عاشقش موندم. دندان پزشکم بود. چند باری بود که پیشش میرفتم. بعد از پر کردن یه دندون و تو اوج بی‌حسی و گیجی یه دفعه چیزی گفت و سوالی پرسید که تمام تلاشمو کردم نخندم و مؤدبانه جواب بدم. نخندیدم، اما دلم تکون خورد. اون موقع 2 سال از طلاقم گذشته بود و به علاوه این 2 سال 4 سال آخر ازدواجم هم در حال مشاوره گرفتن و جستجوگری و یادگیری بودم. هیچ روانشناسی در شهر خودم و حتی شهرهای اطراف نبود که به اون مراجعه نکرده باشم. هر کارگاه خودشناسی که فکرشو بکنید شرکت کرده بودم. سفرهای خارج از کشورم هم فقط به خاطر سمینارهای مربیان انگیزشی بود. غیر از اون از کتاب‌های روانشناسی گرفته تا پادکست‌ها، کتاب‌های صوتی و هر چیزی که ربط به خودشناسی داشت رو دنبال می‌کردم. فکر می‌کردم دیگه خودم به یک تحلیلگر تمام عیار تبدیل شدم. دخترای دوقلوی نوجوانم رو هم همیشه با خودم همراه می‌بردم، چون می‌خواستم خوددوستی رو یاد بگیرن. غافل از این که اونا زندگی رو آسون‌تر و بهتر از من بلد بودن. مدل حرف زدن رو کلامم تغییر کرده بود. حتی نگاه اطرافیانم هم به من متفاوت شده بود. به ظاهر رشد کرده بودم، اما در عمق رابطه‌ام با آدم‌ها تغییری نکرده بود. در ذهنم مغرورانه فکر می‌کردم که من پیشرفت کردم، ولی دیگران درجا زدن. با این حال برای خودم این توجیه رو داشتم که پذیرش اونها رو یاد گرفتم. غافل از این که در پذیرش واقعی این همه قضاوت پنهان وجود نداره و اگر قضاوتمون رو درباره افراد مخفی می‌کنیم به معنای پذیرش نیست. دلم یه رابطه خالصانه می‌خواست، اما معیاری در ذهنم داشتم که وقتی وارد رابطه میشم طرف مقابل باید کسی باشه که بشه با اون مکالمه‌های عمیق و به اصطلاح intellectual conversation داشت. فلسفه وجودگرایی رو قورت داده باشه، وگرنه همزبون من نیست. همین معیار آدم‌ها رو از من فراری میداد. یا وقتی میدم حرف مشترکی نداریم
خودم از ادامه رابطه خسته می شدم. این موضوع فقط به روابط عاطفی محدود نمی شد. حتی دوستان دخترم هم از این فیلتر عبور کرده بودن. دلیل اصلی دوستیمون این بود که با همدیگه بوک کلاب یا همون دوره‌های کتابخونی داشتیم. تو کارگاه‌های روانشناسی شرکت می‌کردیم و دائما از همدیگه تعریف و تمجید می‌کردیم. انگار رابطه‌ای ساخته شده بود بر پایه تایید مداوم یکدیگر. برنامه جیم و اسپای هفتگی هم نشونه بارز خوددوستی بود. در نتیجه منم مثل هر زن دیگه‌ای که به خودش می‌رسید و به ظاهر و رفتارش اهمیت میداد، همیشه مورد توجه بودم. تعریف و تمجید زیادی میشنیدم از زیبایی، استایل یا حتی اعتماد به نفسی که از خودم نشون میدادم. اما گاهی حس می‌کردم این تحسین‌ها سطحی‌اند. انگار چیزی درونم هنوز تشنه توجهی عمیق‌تر و واقعی‌تر بود. یادمه در یکی از کلاس‌های روانشناسی با آقای آشنا شدم. چند هفته از دوستیمون گذشت و من خیلی خوشحال بودم که بالاخره کسی با علاقه‌مندی‌های مشترک پیدا کردم. هر دو از داستان‌های طلاقمون گفتیم و به نظر می‌رسید نقاط اشتراک زیادی داریم. اما در واقع تمام تلاش من این بود که طوری داستان زندگیمو تعریف کنم که اون ببینه با وجود تمام سختی‌هایی که پشت سر گذاشتم به قدرت رسیدم. خواستم بهش بفهمونم که من مثل یک ققنوس از خاکستر خودم بلند شدم. شکستامو پشت سر گذاشتم و به زنی تبدیل شدم که هیچ چیزی نمیتونه اونو متوقف کنه. ولی اون به مسخره گفت: خب ققنوس خانم، حالا که از خاکستر بلند شدی دیگه چی؟ قراره همینطور بالاتو به رخ بکشی و نذاری ما به نزدیک بشیم؟ لحنش مشمئز کننده بود. انگار من به درد سکس میخورم و بس. این همه تناقض در گفتار و رفتار؟ تازه فهمیدم با دنیای بیرحمی سر و کار دارم. این بود که تنهایی رو ترجیح دادم. بگذاریم. اون روز دندون درد شدیدی داشتم. دکتر آشتیانی تازه به مطب رسیده بود. مثل همیشه با لباسهای از مد افتاده همیشگیش وارد اتاق شد. در طول کار روی دندونم به خاطر درد و ترسی که داشتم با من حرف میزد. طوری صحبت میکرد انگار مسئول آروم کردن منه. با لحنی مطمئن و صبور همه چی رو توضیح میداد و اضطرابمو کم میکرد. در مدتی که میشناختمش جز صحبت‌های حرفه‌ای درباره کارش، بیشتر حرفاش حول غذای سنتی، سیاست و حال و احوال فرزندانم و مادرش میچرخید. و وقتی از حال احوال خودم و دخترانم میگفتم با لبخند تایید میکرد که مادر خوبی هستم چون بالا سر بچه هامم. انگار نه انگار که من جنبه‌های دیگه‌ای هم دارم. حسم میگفت از اون مردای سنتیه که فقط در یک قالب به آدما نگاه میکنه. اون روز وقتی کار دندونم تموم شد دستمالو به دستم داد که صورتمو خشک کنم که یه دفعه با یه ذوقی گفت: ناخوناتم که رنگ کردی. خودت رنگ کردی یا دادی بیرون رنگ کنن؟ منم با استایل خودش بهش گفتم: دادم بیرون رنگ کردن. خنده‌داره چنین جمله‌ای زندگی کسی رو تحت تاثیر قرار بده، نه؟ ولی یه صداقتی داشت که نمیتونستم نادیدش بگیرم. یاد دوران نوجوانیم تو ایران افتادم. یه دختر کافی بود از هر انگشتش یه هنر بباره. اون وقت خواهان زیادی داشت. یاد جمله‌ای که مادر بزرگ پدر بزرگ‌ها به کار می‌بردند و همیشه می‌خواستن بدونن لباسی که تنمونه رو خودمون دوختیم یا دادیم بیرون دوختن. جمله از زمان سادگی و صمیمیت. آره، صمیمیت. صمیمیتی که تو زندگیم گم شده بود رو حالا در دکتر آشتیانی می‌دیدم. یه دفعه دلم خواست مثل اون معمولی باشم. معمولی حرف بزنم و رفتار کنم. اصلاً معمولی زندگی کنم. توضیح کوچیکی راجع به رنگ شلاک بهش دادم و اون نگران بود که استفاده این نوع رنگ ناخن‌های قشنگم رو خراب میکنه. اون شب به حرفای سادهش فکر کردم. با همون یکی دو جمله توجهی ازش گرفته بودم که عمق اون اصلاً قابل مقایسه با حرفای شیرین و دلبرانه مردهایی که دنبال جلب توجه هستند نبود.
تصمیم گرفتم در قرار بعدی که با او دارم سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود و بپرسم و نظرش رو بدونم. در یک موقعیت مناسب با لحنی که هم جدی بود و هم کنجکاو پرسیدم: آقای دکتر، به نظر شما چرا در نسل ما جدایی‌ها اینقدر زیاد شده؟ لحظه‌ای مکث کرد. انگار در ذهنش دنبال پاسخ درستی میگشت. بعد با همون لحن مطمئن و آرومی که همیشه داشت گفت: نسل ما میخواد ضد مذهب باشه، ضد سنت باشه. ولی تو این میون ضد اخلاقیات هم شده. جوابی که داد جای بحث داشت. شاید برای عده‌ای درست و برای عده‌ای دیگه قابل نقد بود. اما من در اون لحظه جوابم رو گرفته بودم. دکتر آشتیانی به اخلاقیات اهمیت میداد. با این حال ذهن قضاوتگرم میگفت تا اخلاقیات از نظر اون چه معنی داشته باشه. از مطب بیرون اومدم و همچنان به اون فکر میکردم. پایبند به اخلاق، ضد مد، ساده، بی هیجان، متعهد، صمیمی، شاید کمی حوصله سربر، اما دوست داشتنی و آشنا. آشنا. میگن آدم به اصل خودش برمیگرده. به مسیر طولانی که طی کرده بودم فکر کردم. به تمام قصه هایی که خورده بودم. به جستجوگری هام برای پیدا کردن معنای زندگیم و به تلاشی که برای عبور از گذشتم داشتم. حس کردم که دارم وارد فصل جدیدی از زندگیم میشم. فصلی که شاید نه اونقدر پیچیده باشه که غرق در فلسفه بشه و نه اونقدر سطحی که برام بی‌معنی باشه. فصلی که تو اون بدون نیاز به درخشیدن خود واقعیم باشم. بعد از چند ملاقات بیشتر با علاقه همدیگه آشنا شدیم. هرچند هنوز رسمی بودنم رو حفظ می‌کردم تا اینکه روز آخر که کار دندونم تموم شد دوباره همون سوالو ازم پرسید: ناخناتو کی رنگ کرده؟ این بار با اعتماد به نفس گفتم: خودم. با خوشحالی گفت: خیلی قشنگه. اومدم به شوخی بهش بگم تازه قرمه سبزی هم خوب درست میکنم که زبونم رو گاز گرفتم و فقط گفتم: مرسی. گفت: خوب ذوقشو داری. منم گفتم: شما هم ذوق دارید که دقت دارید و تعریف میکنید. تازه متوجه استایل جدید لباساتون و موسیقی که پخش میشه هستم. خوشحال از اینکه دیده شده گفت: تا 1 ساعت با این دندون نمیتونی غذا بخوری. ولی بعدش رستوران سر خیابون منتظرتم. طوری که رضایتمو نشون بدم گفتم: چه خوب، من سوشی خیلی دوست دارم. که یه دفعه با حالت قاطعی گفت: منظور من دیزی فروشی بغلیشه. با دلخوری گفتم: نه آقای دکتر. گفت: آره، این یکی دیگه تغییر پذیر نیست. در ضمن من تا کی باید برای شما آقای دکتر باشم؟ از اینکه با رادیو آی همراه بودید حال خوشی داریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.